سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به کانال اسپایدر گیم و اولین ویدیو کانال رو میخوام بذارم. چه جالب که خوب شروع کنید با لطف شما. خب امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری دسته PS4 مون رو به گوشی وصل کنیم و بتونیم باهاش بازی یا حالا کارهای روزمرگیمون انجام بدیم. شما اول دکمه روشن خاموش دسته PS4 تون رو با شیر چند ثانیه نگه می‌دارید که نوری اینجوری بس و شما بعد تو گوشی رو روشن کنید و میبینید اصلی دسته کنترل براتون اومده. شما اونو میزنید و دسته کنترل بهتون وصل میشه، اینجوری رنگش ثابت میشه براتون و شما میتونید با این تاچ دسته همه کاراتون رو انجام بدین. ببینید مثلا میتونید برید موزیک گوش بدید یا بازی‌های انجام بدید، بازی مثل کال آف دیوتی، کلاج و ماینکرافت و خیلی کارهای دیگه و به دردتون میخوره. مثلا فکر میکنید مثلا این پورتال پلی استیشن میشه و خیلی بهتون کیف میده و به دردتون. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب کردن فراموش نکنید. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.